Misoli yaksını rejim moduluyor. این نمودی مثال خروج که کمک کنه اسم روی آسونش این البته که ضربی درون به درون یعنی 3x جمع رو با 8 ضرب میکنیم و 4 رو با 5x جمع میدیم. بیاین ضرب کنیم چی میشود؟ قدم به قدم اگر نویسیم 8 ضرب 3x جمع میدیم برابر است به 4 ضرب 5x جمع میده. و وقتی که ما قوس رو میکشویم 8 رو با هر دو فوده باید ضرب کنیم 4 رو هم باید ضرب کنیم. بعد مدل خطی ساده به وجود میاد یعنی این چی میشه 24x جمع 16 برابر است به 20x جمع 40 x رو با یک طرف جمع کنیم دیگر عدد رو به طرف راست 24x مینوس 20x میشود 40 مینوس 16 این چی میشود 4x برابر میشود به 24 و x برابر 6 میشود. مثال یکسده باز مدل با همون مانند ضرب درون به درون میکنیم یعنی 5x رو با 3 ضرب 2 رو با 7x مینوس 1 بیاین ضرب کنیم یعنی 5x مینوس 2 ضرب 3 برابر است به 2 ضرب 7x مینوس 1 قوس رو اگر کشیم این میشه 15x مینوس 6 برابر است به 14x مینوس 2 x رو با یک طرف جمع کنیم 15x مینوس 14x برابر است به مینوس 2 جمع 6 این میشود x این طرف باشد 4 و x ما 4 است. البته که ما رو سنجیده میتونیم با آسانی x رو با 4 جواب ما درست میشود. مثال 111 باز هم خیلی سوال است 2x رو با 5 ضرب کنیم 3 رو با 9x مینوس 4 ضرب کنیم اگر 5 ضرب 2x جمع برابر است به 3 ضرب 9x مینوس 4 است. قوس رو گرفتیم 10x جمع 5 برابر است به 27x مینوس 12 x رو به طرف راست گیریم چی میشد 5 جمع 12 عدد رو به طرف چپ 27x مینوس 10x میکنیم این میشود 17 برابر است به 17x و x ما برابری 1 میشود. مثال 112 اکنون نیا کنید این برابری 0 است شما چه کار کرده میتونید مخرج های برابر کنیم با یکمش مخرج 2 میتیم با اینش باشد با x ضرب میکنیم و برابری 9 میشد خیلی نویسیم ایش میاد 2x کوادرات مینوس 5 تقسیم 2x میشود مینوس 5x جمع 2x کوادرات تقسیم 2x برابر 9 اکنون که مخرج های اخیر شدن ما صورت های یک جای کرده میتونیم یعنی 2x کوادرات مینوس 5 باید دقت کنیم در اینجا مینوس هست وقتی که مینوس هست به اشاره کسر دویم صورتش تاثیر میکند میشود مینوس 5x مینوس 2x کوادرات تقسیم 2x برابر 9 است. اکنون یا کنید در این کسر مخرج یگان وقت 9 شده نمیتونه چون که ما یگان عدد رو با 9 تقسیم کرده نمیتونیم برای همین فقط ما با صورت باید کار کنیم. صورت رو اگر نیا کنید ساده اختصار کرده میتونیم ساده کرده میتونیم هر دو این فوده میرود چی میموند مینوس 5 مینوس 5x برابر 9 یعنی به ما اکنون صورت دکو ما مخرج لازم نیست چون که ما مخرج با 9 برابر شده نمیتواند یعنی این رو ما اهمیت نمیدیم با مخرج فقط به صورت کار میکنیم و وقتی مدل رو کار کنیم چی میشد مینوس 5 برابر 5x میشد و از اینجا x برابر مینوس 10 میشود. مثال 113 با مثال پیشین مانند است مخرج ها رو برابر میکنیم و یک فوده x و دویمش 4 میدیم و ضرب میکنیم این میشود 4x کوادرات مینوس 5x تقسیم 4x جمع 16 مینوس 4x کوادرات تقسیم 4x برابر 9 اکنون ما صورت رو یک جای کرده میتونیم 4x کوادرات مینوس 5x پی دیوم که پلوس است یکون چی اشاره تاثیر نمیکنه 16 مینوس 4x کوادرات میشود تقسیم 4x برابر 9 باز یک بار دیگر مخرج 9 برابرش نمیتونه برای مخرج اهمیت نمیدیم فقط با صورت میکنیم صورت رو ما اختصار کرده میتونیم هر دو اینها رو مینوس 5x جمع 16 برابر 9 میشود با مخرج اهمیت نمیدیم میشه مینوس 5x برابر مینوس 16 و x برابر این رو اگر ما تقسیم 3 از 2 میشود. مثال 114 باز مخرج رو برابر میکنیم با یکمین فوده 4 و دویم فوده x میدیم و کار میکنیم 4x کوادرات جمع 32 با هر دوش باید ضرب کنیم تقسیم 4x مینوس 4x کوادرات جمع x تقسیم 4 اکنون ما 4x بخش
برابر 0. اکنون ما صورت رو یک جای کرده میتونم، یعنی 4x کوادرات جمع 32 مینوسی اکنون مینوس هست به همش تقسیم میکنم، مینوس 4x کوادرات میشد مینوسی x تقسیم 4x برابر 9. اکنون که کسر مخرجش نوش نمیتونم، فقط ما با صورت کار میکنیم، هر دو این صورت رو اختصار کنیم، یعنی 32 مینوس x برابر 9 میشد، از اینجا x برابر 32 میشد. مثال 115 اکنون عضوی نمانم تناسب رو یابیم، x رو یابیم. شما نشکه کار کنیم، بیاین اول یک طرفش رو ساده کنیم، تقسیم رو اجرا کنیم، بعد دوم طرف رو x رو یافتم حرکت میکنیم. اگر ما این طرف رو کار کنیم، وقتی تقسیم میکنیم کسر رو باید به کسر نادرست گردونیم، یعنی 17 بتون 1 تقسیم 2 تقسیم 4 بتون 2 تقسیم. بیاین اول این رو به کسر نادرست میگردونیم. 17 ضرب 2 جمع 1 یعنی 35 تقسیم 2 تقسیم 4 ضرب 3 جمع 2 14 تقسیم 3. اکنون ما این رو چکار کرده میتونیم به ضرب تبدیل میتونیم، 35 تقسیم 2 ضرب دوم کسر صورت مخرج جاش میبریم 3 تقسیم 14. اکنون این ها رو کار میکنیم، چی میشد؟ 105 تقسیم 28. یکان چی اختصار نشد، نه اختصار کرده میشد، البته چیکار میشد؟ با 7 اینجا 5 میماند و اینجا 2 میماند. با 7 اگر تقسیم کنه و کسرمون با ساده تر کرده شد، این چی میشد؟ 15 تقسیم 4. اکنون نیو کنیم، 15 تقسیم 4 داریم برابر است به x تقسیم یک ifade x تقسیم a گویم. این ما چه نمیشه میتونیم 15 تقسیم 4 x تقسیم a، یعنی ما این رو 15 تقسیم 4 ضرب a گفته میتونیم. یک برای x رفتن و i ما در اینجا چیست؟ i ما در اینجا 2 بتونه 2 تقسیم 5، یعنی من این رو a گفتم، i ما این 2 بتونه 2 تقسیم 5 به x برابر است. برای این ضرب کار کردن کسر دوم رو به درست باید گردونیم. 15 تقسیم 4 ضرب 2 ضرب 5 جمع 2 12 تقسیم 5. اکنون این رو اگر ما ساده کنیم این چی میشود؟ 3 میماند، از اینجا هم 3 میماند، 1 و 3 ضرب 3 این 9 میشه، یعنی x ما به 9 برابر است. مثال 116 اول طرف چپ رو کار میکنیم، با کسر نادرست میگردونیم. 4 بتون 2 تقسیم 3 تقسیم 3 بتون 1 تقسیم 2 و این چی میشود؟ 12 14 تقسیم 3 تقسیم به 6 7 تقسیم 2. اکنون ما باید به ضرب تبدیل دیم، 14 تقسیم 3 ضرب 2 تقسیم 7. اکنون اگر ما وقتی اینو اختصار کنیم، حد این اختصار میشه 2 میماند و در آخر 2 کره 2 4 تقسیم 3 میشه، 4 تقسیم 3، یعنی طرف راست ما 4 تقسیم 3. و این رو چه کار کرده میتونیم؟ بیاین دیگر خیلی کنیم، طرفی راستم ساده نوشته میتونیم، دیگر نمود کار کنم. x بتون x تقسیم 2 بتون 1 تقسیم 4 ما اینو چه نوشته میتونیم، یعنی x باشه این مخرجش هم وقت 1 است، 1 تقسیم کسر دوم به درست کردیم 4 8 9 تقسیم 4 و این رو ما چه نوشته میتونیم؟ x تقسیم 1 ضرب 4 تقسیم 9 نوشته میتونیم و این 4x تقسیم 9 میشه. از اینجا چی معلوم میشه؟ طرف راستی ما با 4 تقسیم 3 برابر است و طرف چپی ما 4 تقسیم، طرف راست 4x تقسیم 9 برابر است و این رو کار کردن اکنون شما ضرب درون به درون هم کرده میتونه و از اینجا چی میشه؟ 36 برابر به 12x، از اینجا x برابر 3 میشه. این دیگر نمودی کار کردن این نمودی مثال ها. باز همین سوال است، عدد ها دیگر شدن، بیاین یک بار کار کنیم. 3 ذکر 25 75 جمع میشه 81 81 تقسیم 25 تقسیم به 12 تقسیم 5. اکنون ما اینجاشون رو وضع باید کنیم، 81 تقسیم 25 ضرب 5 تقسیم 12. اینها رو اختصار کرده میشه 25 به 5 این در پایین 5 میمونه، 81 و 12 این رو ما با چی اختصار کرده میتونیم؟ با 3 اختصار کنیم، اینجا 27 میشد، اینجا باشد 4 میشد و یا در آخر چی میمونه؟ 27 تقسیم 20 میشد، یعنی طرف چپی ما 27 تقسیم 20 برآمد. اکنون طرف راست رو کار کنیم، x تقسیم این x تقسیم 1 است تقسیم 20 تقسیم 3 این چی میشد؟ x تقسیم ضرب 3 تقسیم 20 یعنی 3x تقسیم 20 میشد. طرف راست ما 3x تقسیم هر دو این کسر
باید با یکدیگر برابر باشد. 27 تقسیم 20 برابر است به 3x تقسیم 20. اکنون نگاه کنید تو این کار ضرب درون به درون کردن شرط نیست. اگر مخرج ها برابر باشند صورت هم باید برابر شود. یعنی 27 برابر 3x باید شود. از اینجا x برابر 9 می شود. مثال x سومه ریشه مول رو یابیم. برای سومه کار کردن ببین اول ضرب درون به درون میکنیم. در اینجا مخرج نداریم یعنی این یک معنا دارد. بیاین ضرب کنیم چی میشود؟ x مینوس 5 ضرب x مینوس 17 این برابر است به 2x جمع 5. این مدل رو باید کار کنیم. قوس رو میکشیم x کوادرات یعنی x رو ما با x ضرب کنیم بعد به 17 بعد 5 رو با x بعد به 17 با ضرب کنیم. x کوادرات مینوس 17x مینوس 5x جمع 85 این برابر است به 2x جمع 5. اکنون این مولو باید کنیم. همه اعضاهای به طرف یک طرف باید جمع کنیم یعنی به طرف چپ جمع کنیم. x کوادرات یک رو نمیسم مینوس 22x جمع 85 دیگر طرف به طرف چپ میگیرم مینوس 2x مینوس 5 برابر 9. اکنون با این ساده کنیم x کوادرات مینوس 24x جمع 80 برابر 0 است. اکنون باید این مثال را کار کنیم. مول کوادراتی است. با یوری فرمول کوادراتی کار کرده میتونیم. ما یک چند درس تایید کردیم درباره چه باید کار کنیم. مول کوادراتی در اونجا ده میتونیم و قوس هم جدا کرده میتونیم. با قوس جدا میشوند چی میشد؟ x مینوس 20 و x مینوس 4. اگر قوس رو کشیم با همین ifade x کوادرات مینوس 24 جمع 80 رو میگیریم. از اینجا x برابر است به 20 یا اینکه x برابر است به 4. از ما سومش رو میپرسد. سوم اینها البته که به 24 برابر است. مثال 119 سومه ریشه مول رو یابیم. ضرب درون به درون باید کنیم. 2x مینوس 7 ضرب 3 جمع x برابر است به 2x مینوس 9 ضرب 5 مینوس x. اکنون قوس رو میکشیم. من یک بار میکنم 6x مینوس 21 جمع 2x کوادرات مینوس 7x برابر است به 10x مینوس 2x کوادرات مینوس 45 جمع 9x. اکنون بیایم اول ifade رو ساده کنیم. هر طرف رو این میشود 2x کوادرات مینوس x مینوس 21 برابر است به مینوس 2x کوادرات جمع 19x مینوس 45. اکنون همه ifade با یک طرف جمع کنیم. به طرف چپ گیریم همش رو. این چی میشه؟ مینوس 2x کوادرات به طرف چپ رود 4x کوادرات میشود. خیلی نویسیم 2x کوادرات مینوس x مینوس 21 جمع 2x کوادرات مینوس 19x جمع 45 برابر 9 است. این مدل اگر ساده کنیم چی میشه؟ 4x کوادرات مینوس 20x جمع 24 برابر 9. اکنون نگاه کنیم مدل کوادراتی است. این رو باید اول ساده هم کرده میتونیم. یعنی همه اعضاهای x کوادرات x و بطون این مدل کوادراتی همش کراتای 4 هستند. یعنی همش رو اگر به 4 تقسیم کنیم مدل کوادراتی ما ساده تر میشود. این میشود x کوادرات مینوس 5x جمع 6 برابر 9. اکنون مدل کوادراتی ساده تر شد. این رو با قوس ها جدا کرده میتوانیم. این میشود x مینوس 3 x مینوس 2. وقتی قوس ها رو میکشیم باز هم این ifade میشود. از اینجا x برابر 3 میشود و x برابر 2 میشود. از ما چی میپرسد؟ سومه ریشه ها. سومه ریشه ها به 5 برابر است. مثال 120 برای این مدل کار کردن اول مخرج های برابر میکنیم در یک طرف و این x میدیم و به دویمش x مینوس 20 و کار میکنیم چی میشه؟ 40x تقسیم x کوادرات مینوس 20x مینوس 40x مینوس 800 کلون شد تقسیم x کوادرات مینوس 20x برابر 1. ما یکم باید این طرف گرفته میتونستیم برای چی نگرفته نمیدونم. یک طرف گرفته مخرج عمومی هم داده میتونیم. با این چی میشه؟ x کوادرات مینوس 20x. اصلا کاری خودمون آسان کنیم. یا هم خیلی ضرب درون به درون میکنم برای آسان. ما تبر تست باید تست کنیم. مخرج رو یک خیلی است. اکنون یک جوی کردن 40x مینوس 40x جمع 800
تقسیم x کوادرات مینوس 20x برابر 1 می شود. بعد این صورت ساده می شود، چی می شود؟ 800 تقسیم x کوادرات مینوس 20x برابر 1. اکنون شما برای تست کار کردن ضرب درون به درون کرده میتونید، لیکن در اصل کاری نیست. این البته که همش رو به یک طرف جمع کردن ifade ها رو مخرجون میدادیم، بعد کار میکردیم. یک چی میشود؟ بیاین کار کنیم. چی میشه؟ 800 برابر به x کوادرات مینوس 20x. اکنون ifade رو همش به طرف راست کردم، این میشه x کوادرات مینوس 20x مینوس 800 برابر 9. مدل کوادراتی به قوس جدا کرده میشوند. این چی میشود؟ 820 هست. به قوس جدا کرده من در درس فهمیدگیم در اونجا تفتیش کرده میتونید. این میشد x مینوس 40 x جمع 20 برابر 9. اگر قوس رو بشیم با همین ifade رو میگیریم. از اینجا میتونیم x برابر 40 است و x برابر مینوس 20 است. از اینجا ما چیکار کرده میتونیم؟ سومش رو البته ما نمی‌تونیم، جمع هر دو اینها به 20 برابر است و باید تفتیش کنیم. وقتی که شما مولده رو کار میکنید ریشه ها رو تفتیش کنید. اینجا کسری که هست، یعنی اگر ریشه شما 20 میشود و ریشه قبول نمیشود، چون که وقتی ما اونجا 20 میبینیم 9 میشد، ما 40 رو به 9 تقسیم کرده نمیتونستیم. اینو باید تفتیش کنیم. وقتی x ما 9 میشد و x رو هم قبول کرده نمیتونستیم، چون که 40 تقسیم این 9 معلوم است. برای وقتی که ریشه ها رو میوین تفتیش کنیم آیا این ریشه ها درستن یا نه، چون که در اینجا ما کسری ifade کسری داریم.